یه چیزی مهرازی تعریف کرد، گفت ولی نگو. گفتم به من میگم. ببین مهرازی یادتونه که چند وقت پیش رفتیم نزدیک چه میدونم 20 تا 20 خورده جوراب با رنگ‌های مختلف گرفت. امروز صبح داشت میرفت مدرسه، یه لحظه نوک جورابشو نشون داد سوراخه، ولی پوشید. از تنبلی خودش خانم جوراب دیگه‌اشو برنداشت. نه چون ست بود ولی دوستش داشتم ننداخته بودمش آره. دور. نگهش شد. بهش بگید آقا بندازی دور. حالا بعدش چی شد؟ امروز هم ورزش داشته. همیشه که ورزش داشتن میرفت چی داشتید معمولا؟ همیشه ورزش داشتیم مثلا بسکتبال، والیبال، هندبال. وسطی هیچ وقت توی این چند سال که من توی مدرسه‌ام نشده که برای ورزش اونم ژیمناستیک بریم 180 تمرین کنیم. اونم الان که من جورابم این شکلی باید 180 تمرین میکردیم. سوراخش بزرگتر شده. جورابم صبح اینقدر بود، الان 2 تا پا من دیگه داره میشه. خدایا بد شانس تر از من مگه هست اصلا؟